سلام دوستان، سرامین هستم. خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم. توی دو تا ویدیو قبلی ما معارفه دستگاه جوش رو داشتیم که چجوری چی هست، اصلا به کجا باید وصل شه و چجوری باید باش کار بکنیم. الان میخوام این سراغ خود جوش و اینکه یاد بدیم که چجوری جوش بزنیم. خیلی راحته. میخوام با جوش کپی هم شروع کنیم. برو بریم. ببینید من از اونجایی که هم خودم فیلم میگیرم هم میخوام جوش بزنم، مجبور شدم یه تک خال بزنم پشت قطعه که این ور رو شروع کنیم به جوشکاری. استادای عزیزی که میبینم نخندن، چون من خودم تقریبا تازه کارم، یعنی یک هفته است که شروع کردم. حالا کمکی باشم. برو بریم. خب این از جوش ما. بریم که ببینیم چی کار کردیم. ما یه استاد داریم، اون جوش که میزنه کلا یه ذره که میزنی همش بلند میشه. ولی خب از اونجایی که ما تازه کاریم، خب همینم فعلا اوکیه. و دوستان یه چیز دیگه ای که هست، یه تایمات رو هم بدید. ببینید برای زدن این جوش ما باید الکترودمون رو این شکلی بزنیم، بالا پایین بالا پایین بالا پایین.